انجمن نیشتمانی کرد ل سوریه انا کسه بانگ ل ریوبریا پیاده کر کو دفج ترساندنا ولاتیان برده و کسین که هاتنا رواندن سربست بردن. انجمن نیشتمانی کرد ل سوریه داخویان یک درباره حالت رواندنه این کج آلی چکدارین پارتیا یکتیا دموکراتیک پیاده و به در حق ولاتین کرد ل روجاوه کردستان انجام دادن بلاف کرد. و د داخویان انا کسی ده هات که گروپک جچکدارن پیاده روژا یک شمی 26 سباتا سال 2023 هر یک جو کوران عبدالباقی عزم احمد عبدالرزاق ملا احمد سیف الدین حج محمد سیف الدین حج محمد رواندن گروپا چکدارن پیاده یار نخماندی دما رواندنه دا ترس و تندی بکار آنین و مترسی خستنا ناوا خلقه دا و کسین که هاتنا رواندن بر بجهه کی نی دیار و برن و لپیش چاوین ولاتیان د ناوا بازار باجار قامشلو دا رواندن بزوره هاتا انجام دان به مبستا که ترسه د ناوا خلقه دا درست بکن کسین که هاتنا رواندن تو زانیاری لسروان توننه اف کریارن ریوبریا پیاده بوجه نرازی بونه لجم ولاتیان و اف دمکه هلمتا رواندن لجه گشتی دست بیکری با آرمانجا رواندن زاروکان جه لشکریان نچارا. داویدا انجمن نشمانی کرد لسوریه بتوندی حالت رواندن در حق ولاتین کرد شرمزار کرد و بانگ لپارتیا دموکراتیک پیدا کرد که دفج رواندن ولاتیان برده و چارانویسا کسین رواندی اشکره بکه و یک سر وان سر بس برده.